در خصوص این خانومایی که معروفن به چیچی حجاب استایل ها، خیلی راحت تشخیصش، یعنی کاملا مشخصه اینا اصلا چادری نیستن و کاملا مشخصه تو زمین دشمن دارن بازی میکنن و اگر کار اطلاعاتی رو اینا انجام بشه کاملا معلوم میشه. اینطوری حجابی ما نداشتیم. غربی‌ها میخواستن ایران رو نابود کنن، هر کدوم یه پیشنهادی دادن. یکی گفت بمب اتم، یکی میگفت حمله فیزیکی، یکی میگفت ترور، اما نهایتا یکی از این طرحها قبول شد. تضعیف بنیان خانواده. اومد شرحش داد. بنیان خانواده رو زن تشکیل میده، محور خانواده زنه. ما باید این عنصر رو از بین ببریم. حالا چطوری؟ حجاب رو از سرشون درد. اولین قدمه. Only compulsory hijab. Compulsory hijab is the main pillar of the Islamic Republic. For me, this is only the first step. Reagan said, tear the wall down. This is the goal for us. We want to bring this wall down because we believe then the rest of it. خانواده حرمت داره. خانواده حرمت نداره. میگن که مادر مقدسه. مادر کجاش مقدس؟ این انگلی که توی شکم شما داره تغذیه میکنه رو خلاصش کنید. الان یه نگاه به خودتون بکنید. هر کدومتون حداقل 15 متر پارچه بهتون آویزونه. این آزمایش رو اجرا کرد، ولی خیلی از خانوما نه تنها بی‌حجاب نشدن، حجاب خود اسلامی کمتر از قبل حفظ کردن. اما هنوز یه راه چاره مونده بود. برداشتن حجاب که نشد، ولی برداشتن چادر فکر خوبی بود. چند نفری رو پرورش دادن، فرستادن تو دل جامعه. دیدید برای اربعین خودشونو کشتن. آیا هوا گرمه جای چادر از عبا استفاده کنیم؟ اولش با عکس از پشت سر شروع شد، بعدش کم کم از دستا، بعدش نصف صورت، بعد صورت کامل. حالا نوبت آرایش بود. اولش آرایش ملی، بعد کم کم آرایش ها زیادتر شد. اولش چادر بود، بعد عباهای بلند پوشیده، بعد عباهای کوتاه‌تر، بعد شمیز، بعد بولیز. اولش ساده پوشی بود، بعد تجمل. اولش فقط نحوه بستن روسری بود، ولی بعد شوخی با همسر و پر کردن دابسمش و دادن خبر بارداری و بقیه‌اش دیگه بمونه. اولش تسبیح بود و قرآن و حرم، ولی بعد شد پخش آهنگای خواننده مورد علاقه تو کربلا. اولش عشق به اهل بیت بود، بعد شد سگ‌بازی و حمایت از LGBT‌ها. ببینید اینا مثل همین سلبریتی ها دیگه، مثل همین بازیگرها که طرف بازیگره قشنگ بلده بازی کنه، نقش بازی کنه. یه روز نقشش با چادره، یه روز نقشش با مانتوه، یه روز نقشش نمیدونم خوبه، یه روز نقشش بده. اینا بلدن نقش بازی کنن، یعنی خوب بلدن بخندن، خوب بلدن گریه کنن، خوب بلدن بپوشن، خوب بلدن آرایش کنن. اینا برای ضربه زدنه. اینا دارن کاری میکنن که نوجوان ما از اینا الگو بگیره. نوجوان ما ببینه بگه خب من که دارم چادر رو میپوشم مثلا، خب چه بهتر که مثلا یه ذره تهارشی داشته باشم، لباس آنچنانی زیرش بپوشم، چادرم اینطوری باشه اونجوری باشه. اینا اون الگوی غلط و کاملا یعنی اینو من دارم با اطلاع دارم میگم، کاملا دشمن، یعنی برای تک تکش، برای رنگش، برای نوع پوششش، برای نمیدونم کفشش، شلوارش، اون چادری که میپوشه، اینا تمام تک تک
پوشش مهندسی شده است، یعنی از اون ساقده است تا اون آرایشی که کرده چجوری آرایش کنه، آرایشی که کرده میمیک صورتش چجوری باشه، چجوری بخنده، چجوری وایسه، چی بپوشه، اونی که پوشیده از زیر به رنگ مشکی چادر میاد، اینا تمام مهندسی شده است. یعنی بهش میگن مهندسی مد، لباس. کم کم از حجابای ساده رفتن سمت حجابای لاکچری، کم کم روسریه عقب رفت، چادر رفت، موفق شدن. اما نمیدونستن کسایی هستن که میان و ماجرا رو لو میدن. به مردم میگن حقیقت کثیف بودن حجاب استایلا رو، که از عکس با پوشیه شروع میشه به عکس با کلاه همون تموم میشه، که از قرآن علیه قرآن استفاده میکنن، که کاری جز فریب و دروغ ندارن، تصویر رأس کاره صورتی هست. ما از مسئولای کشوری توقع داریم آسیب این حجاب استایلا رو واسه مردم بگن. اینایی که دم از پیغمبر میزنن ولی با همون چادرشون سیلی میزنن به چهره پای دختر پیامبر حضرت زهرا، با تبرج پیش اومدن و به اسم دین رو میزنن، شدن مثل امرواز قرآن سر نیزه میکنن. اینا چراغ سبز نشون دادن به دشمن، بی خود نیست که حمایت میشن از خارج. دشمنای اسلام رسما دارن همراهیشون میکنن، شدن بلندگوی رسانه‌ایشون، با لباسای پرزرق و برق و چیندار و رنگی، با 1001 اشوه‌گری وارد دین کردن تبرجو، وارد دین کردن خودپرستی و اسراف و تجملگرایی رو. چادر با استفاده از سر ناموس ما کشیدن، ساکت نباشید. ببینید قبلا ما شوالی داشتیم پاچه گشاد، این شوالی یواش یواش جمع شد الان شدش چی؟ لوله تفنگی کوتاه شده. ما اصلا جوراب کوتاه نداشتیم، الان جوراب کوتاه داریم که این ساق پا، این قوزک پا مشخص بشه. لباس پاره نداشتیم، الان لباس پاره اومده. ببینید مثلا میگم الان ما شلوارامون، این شلوارا همه فاقش کوتاه شده، یعنی شما هم اگر تا اونجا که بتونی شلوار بکشی بالا بازم فاقش کوتاهه، یعنی طرف میخواد دلار بشه از زمین چیزی ورده، تمام هیکلش بدنش همه چیش مشخصه. خب ببین اینا همه اومدن کار کردن. به قول بعضیا میگه الان فرق زن و مرد نمیشه مشخص داد، لباس هم یه شکل شد و مرد قشنگ آرایش میکنه، ابرو برمیداره، چی زنه تریپشو میخواد مثل پسرا کنه، قراقاتی شده. اینا الان یه نوع از همون حربه ها و حیله های دشمن هستش که تو قالب کسایی آوردن که آقا ما که چادر داریم، اما از زیر چادر هرچی دوست دارن هر کاری و هر اشوهی بخوان بیان. اصلا گول اینا رو نخورید، اینا نامونشونشون مشخصه. این اصلا چادری نیستن، اینا پول گرفتن رخش بازی کنن. به مردم بگید از عواقب دنبال کردن این صفحه های سمی. حجاب حضرت زهرا الگوی دخترها و زنای ماه. از بانوهای با حجاب تجلیل کنید، هوای آمرای به معروف رو داشته باشید. ای مسئولان کشوری، بی حجابی رو از سطح کشور جمع کنید، نذارید رو خون شهدا برقصن و شادی کنن، بهشون بفهمید این کشور صاحب داره. تبیین کنید، ما هم همراهیتون میکنیم، منتظر اقدام سریع و قاطع شما هستیم. به داد مردم برسید تا دیر نشده. قطعاً هر که با آل علی در افتد آن میافتن و سرم میافتن چای آلا. هلا موجودين 3/4 لانه هلا الحجاب منه حجاب، عم تلبسوها مش حجاب، تلبس عباية موضة. أول مرة بشوف منها العباية، فتحها كبر العباية. السيدة زينب كانت شاي، عباية اللي بنلبسها مش هاي، والحجاب ها مش حجاب. يعني احنا صرنا عم نعمل بدع ومش عارف شو، نغير نعمل نسوي، أو تلبس حجاب حلي عن إيديها، أو تمشي وتطلع بالعالم عادي. لازم تحط راسها بالأرض، تحترم العباية اللي لبسيتها. السيدة فاطمة لازم نقتدي فيها. السيدة زينب كان إمام علي ما حدا يشوف بنته السيدة زينب. شوف كيف هالحكي.
كلمة هلا وحدة بتلبس حجاب كل ما بتلبس حجاب تعمل فيه موضة وشكل مش عارف شو مناجير